در منطقه سوخت اختیاریان جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ آلمان در تاجیکستان در دایره برنامه ویژه آمادگی به پیامدهای سردی غیر مقرری را تجربه می‌کنند. این سازمان‌های بین‌المللی بهداشتی که اصلا در پی حالت‌های اضطراری به کمک مردم آسیب دیده می‌رسد، در تاجیکستان بیش از 10,000 نفر اختیاری دارند و حالا بهر پیشگیری از بیماری همه‌گیری کرونا ویروس حالت‌های اولیه بهداشتی را به مردم می‌فهمانند. چند پیش در حاشیه برنامه بروز بین‌المللی کاهش خوف آفت‌های طبیعی، قسمی از اختیاریان در مرکز شهر خوجند جمع آمدند. با آمدن هوای خنک به همه معلوم است که بیماری‌های موسمی به مثل زکام یا شمالخوری اوج می‌گیرد. بسیاری ها اشتباهاً فکر میکنند که به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. از این سبب ما به آدمان میفهمانیم که در حالت گرفتاری به این بیماری ها به واهمه داده نشوند و زود به طبیبان مراجعت نمایند. برگزار کنندگان معرکه آماده سازی اختیاریان بر آن باور هستند که این اقدام در یک شرایط دشوار پهنشوی بیماری به منفعت اهالی است و باید طرز حیات سالم روی دست آید. این اختیاری‌ها کارمندان مثل اینا در داخل آدمان زندگی میکنند و آنها طرز تشکل حیات سالم را به آدمان میفهمانند که به همین کسل گرفتار نشوند، که چون که با همون دستان تازه هم وقت در سر دسترخوان نشستن یا که وقتی بعد سلام کردن یک مبلغ پول داشتن دستور شستن در کن قاعده‌های عادی‌ترین طرز تشکل حیات سالم است. جلب اختیاریان برای پیشگیری کووید 19 جزئی از برنامه‌های این دو سازمان است و بر اضافه این در اوج بیماری به بیش از 2000 اهالی آسیب پذیر ناحیه‌های مرزی جبار رسول و اسفره به هر کدام در علیحدگی زیاده از 400 سامانی کمک پولی، موادهای غذایی و گیگینی هم دسترس کرده است. زیرا به تحلیل کارشناسان طب و طبق گزارش‌های رسانه‌ها از همه بیشتر مناطق به مرز نزدیکتر گرفتاران زیاد داشتند. در پی خروج بیماری کووید 19 مسئولان کمیته حالت‌های اضطراری در ولایت سوخت میگویند تا امروز مساحت بیش از 1 میلیون متر مربع را با محلول‌های کیمیایی پاککاری کردند. این کار با پیشنهاد مرکزهای سانیتری و اپیدمیولوژی صورت گرفته. حالا در شمال تاجیکستان گروهی بی‌ضررگردانی نیز سازمان یافته است. وابسته به پیشگیری بیماری صورتی کووید در موسم سردی به هم طریق واسطه اخبار عامه، طریق رسانه‌های خبری، اینچنین طریق کارمندان ما به اهالی ورقه ها تقسیم کرده می شود که چطور باید عمل کنند. از همه خیلی که معین کرده شده است پیش از همه پیشگیری، یکی از سمت‌های پیشگیری این رعایت قاعده‌های بهداشتی، گیگینی و مسافه می باشد. با شروع موسم دوم خروج پاندمی، معرکه‌های آگاهی از بهداشتی در مرکز ولایت سوخت بیشتر گردیده است. چند پیش مرکز تشکل طرز حیات سالم هم در موضع‌های سیر اهالی چنین اقدام را راه اندازی کرد. با این وجود مسئولان اپیدمیولوژی و بهداشتی شهر خوجند اخیراً در پی یک عملیات بیش از 100 کس را برای رعایت نکردن قاعده‌های بهداشتی از جمله نداشتن نقاب طبی جریمه کردند. ایوان بحث نمی‌کنند که اكو یک بوزیبون اقدام این کسل وایان چون که خودشون گذرانده می‌کنند همه به ماسک اگر کسل باشند اگر یاتا باشند بسیار پهن می‌کنند این به ماسک اگر کسل باشند تاب باشند برای همون ماسک رنده کن یا خانه برنده کن مراجعه کردن دکترها البته به اطلاع رسمی از 30 اپریل تا نیمه ماه اکتبر در تاجیکستان 80 کس بر اثر بیماری همهگیر جان خود را از دست دادند. وزارت روز 15 اکتبر گفت در شبانه روز اخیر 38 مورد ثابت شده بیماری را ثبت کرد. شمار عمومی بیماران 10,374 نفر گفته می شود. مقامات می گویند زیاده از 9,300 نفر شفا یافتند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.